شماره 132 به باجه 2. شماره 133 به باجه 2. میشه روبندتون رو برداریم؟ خانم بلوری نیستن؟ مرخصی ساعتی رفت. امروز نمیاد؟ نمیدونم. لطفا روبندتون رو برداریم. چرا؟ چون قانون خانم. من که اسکنر چشم ندارم که بتونم تشخیص هویت بدم. شناسنامه مدرک دیگه هم هست. میخواین اونا رو بده؟ کار ایشون رو من انجام میدم. گفته بودم خواستی بیای به خودم زنگ بزن. دستت درد نکنه. میشه بگی چقدر تو حسابمه؟ چرا نمیشه؟ بفرمایید اینم موجودید. این چک پاسشه، فکر کنم پول جور شه. ایشالله. میشه 4 میلیونشو نگه داری بقیه‌شو بریم چک بدی؟ چک رمزدار؟ آره باید بریزن به این حساب. منم کجا؟ بیا تو دروازه. دیدی؟ باز یکی از مدرک‌ها رو جا گذاشته بود. فرزانه ببین بازم دارم بهت میگم تو با این پول میتونی خیلی کارا بکنی، میتونی صورتتو درست کنی. میدونی چه آبرویی ازم رفته؟ میدونی تو که همه چی رو میدونی. میدونم عزیزم میدونم، اما به خدا یه ساعت بعدش پشیمون میشی. همون یه ساعت یه دنیا می‌لرزه. ای وای. معلومه خیلی عجله دارید. تهیه این همه پول برای خانم تنهایی مثل شما بعد کار مشکلی بوده باشه نه؟ چند ساله دارم پول جمع میکنم. ولی ما 8 ماهی متهم دستگیرش کردیم. از همون روزی که این کار کرد میدونستم گیر میافته. خدا خیلی بزرگه آقای قاضی. خدا هم عادله و هم بخشنده. تا کی باید منتظر بمونم؟ به جای منتظر موندن پیشتر به کاری که داری میکنی فکر کن. حتی تا یه روز قبل از اجرای حکم هم وقت داری. تو به مرکز مشاوره و روانکاوی رفتی؟ دقیقاً میدونی داری چیکار میکنی؟ دقیقاً میخوام همون کاری رو بکنم که اون با من کرد. دختر تو عجب ارگانیسمی داره بدنت. همه تعجب کردن. واقعا به تبریک میگم. خدا حداقل تو این یه موضوع کمکم کرد. آره خدا رو شکر. بیا اینا رو بگیر. این روزا طرفدار زیاد داری یا؟ کی؟ اینا طرفدارا آوردن دیگه. برای فرشته نامرئیشون. به لطف شما همیشه اتاق من گلبارونه. بیا اینم برات از اصفهان آوردن. ممنون. قشنگه. ولی از اون قشنگتر تعداد این گلاست. 7 تا. تو رو بهش فکر کن. خب بازم ممنون به خاطر همه چی. فهمیدم چرا 7 تا.
سلام. تو کی هستی؟ سلام. سحرم. تو اتاق من چی کار داری؟ اجاره کردم. کوکب خانم بهت نگفت این اتاق یه نفر است؟ گفت ولی جا نبود. خیلی التماس کردم تا قبول کرد. اتاق من اجاره ای نیست. بفرمایید. خب حالا مگه چی میشه؟ نمیشه. ولی میگن جنوبی خیلی با معرفتن. من جنوبی نیستم. فرزانه جون، فصل امتحاناته، اتاق خالی نداریم. دختره کم از شهرستان اومده، اینجا هم کسی رو نداره. یه امشب و مهمونته. باشم صحبت کردم که هیچ نوع مزاحمتی واسه درست نکنه. با این همه اتاقت اختیارشو داری. راضی نیستی بگم وسایلشو جمع کنه. به خدا انقدر خستم، میرم میگیرم تخت میخوابم تا صبح. کار به کار شما هم ندارم. تازه بهش گفتم نصف اجاره اتاقم بده به خودت. اصلا همه اجاره رو میدم. اجاره نمیخوام. حله. ببین چیزایی که بهت گفتم یادت نره. خیلی پر حرفی نمی کنی، سوال جوابم ازش نمی کنی. باشه؟ یه چیز دیگه ببین، لوازم آرایش، آینه، ماینه اینا رو رو زمین پخش نمی کنی. برو. ممنون اجازه دادیم بمونم. یکی قدم بر من برداره، من 10 تا قدم براش برمیدارم. بفرما پاستری، دهنتو شیرین کن. نمیخورم. البته دکتر خانوادگیمونم به من گفته نباید زیاد شیرینی بخورم. من دارم میرم بیرون. چیزی از بیرون نمیخوای؟ نه. خداحافظ. بخور، چیزی نیست، خواب دیدی.
نگه دارین؟ آخه فکر منم باشین آقای غفاری. فرار چی؟ به خود و شرایطم مساعد حرف زدن نبود. خب پس من برای چی 2 میلیون تومان بیانه دادم؟ چی؟ اجاره نامه فسخ میشه؟ نه تو رو خدا به مهلت بدین. من جبران میکنم. نه خیر، من به کمکتون احتیاجی ندارم آقا. راجع من چی فکر کردین؟ اصلا خودم فردا باهاتون تماس میگیرم. دیگه هم نصف شبا به من زنگ نمیزنین ها. سلام. سلام. دارم وسایلم جمع میکنم از اینجا برم. گریه کردی؟ نه، کلا صبح چشام پف داره. ببین، اگه بخوای میتونی چند روز دیگه هم اینجا بمونی. راست میگی؟ نه پس شوخی دارم. این همه پلن اومدن بالا که سر به سر تو بذارن. این نظر خود فرزانه بود. الان بلند شو اینا رو بذار سر جاشون. دارم میرم صبحونه درست کنم، املت هم درست کنم. میخوری که؟ میخورم. خیلی خوب. صورتش سوخته؟ پس دیدش نسوخته، سوزوندنش. کی؟ چه فرقی میکنه؟ وای چقدرم که خوشگل بوده. چند وقت اینجاه؟ فکر کنم 3 سال و نیم میشه. خانواده‌ای کسی رو نداره؟ ببین وقتی حوصله دارم املت و پیاز میزنم خیلی خوشمزه میشه. میگم فرزانه کارش چیه؟ دختر تو چیکار به خلق خدا داری؟ خودش صلاح بدونه بهت میگه. خودت تو چیکار میکنی؟ من گفتم که دانشجوام. تو دانشجو نیستی. من که کارت دانشجوییمو بهتون دادم. ببین من 15 سال تو این کارم. به اندازه موهای سر خودم و خودت دانشجو دیدم. تو چشای تو دلهوره درس و امتحان نیست. یعنی میگی من دروغ گفتم؟ خودت چی میگی؟ من به خدا آدم خطرناکی نیستم. اونه که میدونم. تو چه خطری برای من و این پانسیون داری؟ هر خطری داری واسه خودته. ببینم از چی فرار میکنی؟ فرار؟ کی گفته من فرار میکنم؟ چشات؟ اگه اینطوریه پس چرا منو راه دادین؟ چرا منو بردین اتاق فرزانه؟ چرا میخواین که بمونم؟ روزایی که اینجایی از فرصت استفاده کن. به فرزانه خوب نگاه کن. دخترم آروم مامان، دور نرو مانی عزیزم. میخوری زمین مامان، آروم صبر با هم. سینا آخه تو که نمیدونی بابام چقدر بدبختی کشید تا اون 7 میلیون رو جور کنه تا من آلاخون والاخون نباشم بتونم یه خونه اجاره کنم. به خدا اگه بفهمه من خونه اجاره نکردم و پول از دست دادم میدونی چی کار میکنه؟ منو برمیگردونه شهرستان. مگه تو نگفتی 5 میلیون بده 10 روزه برمیگردونم؟ خب این غفاری به خاطر اون 5 میلیون باقی مونده از من سفته گرفت تا اون اجاره نامه رو تنظیم کنه دیگه. نه منظورم این نبود. اصلا ببخشید ناراحتت کردم. ببخشید دیگه. بگو بخشیدی. آخه من که غیر از تو هیچ کس رو ندارم تو این شهر. منم خیلی بعدم با هم حرف میزنیم. آره باشه خداحافظ. سلام. چرا اتاق مرتب کردی؟ کار بدی کردم؟ نه ممنون.
اینقدر به تنهایی یادت کردم که حواسم نبود. کوکب خانم گفت فردا یکی از اتاقا خالی میشه، من میرم، مزاحمت نباشم. مزاحم نیستی مگه اینکه بترسی. بترسم؟ از چی؟ دفعه آخر که یه هماتاقی اومده بود پیشم، نصف شب رفته بود تو راه رو خوابیده بود. بعدم به کوکب گفته بود تا صبح کابوس دیده. تو که کابوس ندیدی؟ نه، چشمایی به این قشنگی. منظورم اینه که تو اصلا زشت نیستی. بعدم این اتفاق ممکنه برای هر کسی بیفته. تو از کجا میدونی چه اتفاقی برای من افتاده؟ آخ ببخشید. وقتی داشتم اتاق مرتب میکردم 1-2 تا روزنامه دیدم مربوط به 4 سال پیش. پس تو دیگه حالا همه چی رو میدونی؟ آره، به نظر من زندگی تو رو باید کتاب کرد، برای عبرت. نمیخوام کسی برام دل بسوزونه. میگم از قبل از این اتفاق عکسی داری؟ از بچت خبر داری؟ بیخبر نیستم. از طریق دختر خالم. چرا نمیره ببینیش؟ نمیخوام منو اینجوری ببینه. راستی اسمش چیه؟ سهر. شما؟ سلام، من سارام، زن بهرام. قسمت میدم به این قرآن، بذار بیام تو. نمیدونم چقدر بهرام منو میشناختی، چی بینتون بوده نبوده، ولی یه چیزی رو میدونم، این که من عاشق بهرامم، مردمه، زندگیمه، سهممه. این بچه هم ثمره عشقمونه، ثمره زندگیمونه. من بیوه بودم که بهرام اومد خواستگاری، با اینکه میدونست به خاطر نازایی منو طلاق داده، اما پام واسطاد. منم عاشقش شدم. به خاطر همین هر کاری که بگید کردم. خودم به آب و آتیش زدم تا بچه داشتم، اما نشدم. بهش التماس کردم، گفتم بهرام برو زن بگیر، من راضیم. اما نگرفت، پام واستاد، مردونه. تا گفتن آخرین شانسمون، آخرین راه درمانمون تهرانه. باید از شهرستان می اومدیم تهران، یه عالمه پول هزینه‌اش می شد. بهرام شب و روز کار می کرد،
خودشو کشت، زیر بار قرض رفت، پولشو جور کرد تا من حامله شدم. اما یه ماه هم بود که بهرام یه شب رفت و برنگشت. گرفتنش به جرم اسید پاشی. تازه فهمیدم که اون کابوسای شبانش دلیلش چی بود. عذاب میکشید، زجر میکشید، اما دیگه بسشه، تاوانشو داده. نمیخوام وقتی بچه‌مون به دنیا میاد صورت پدر گناهکارشو سوخته ببینه. فرزانه خانم بسه، اون عذاب کشیده، منم عذاب کشیدم، دیگه بسه. خانومی کن، ببخش. بسه دیگه. واسه خودت یکی و تنها سوار شدی و به تاخت داری میری ها؟ بذار منم بگم که بفهمی بابای بچت چطور زندگیمو آتیش زد. همش 18 سالم بود که شوهرت سر راه مدرسه جلوم سبز شد. چشم نیست پایین. فرزانه اینه غصه. فرزانه خدا وایسا بینم. تو برو تو. با دختر من چی کار داشتی؟ من مزاحمش نبودم، خواستم. خاطرخواه چی؟ من جنازه دختر من رو شونه تو و امثال تو نمیذارم. برو. اگه یه دفعه دیگه تو این کوچه پیدات بشه نقره داغت میکنم. چشم. ولی من بسه. هر چیزی یه رسمی داره بچه. اگه خیلی مرد شدی برو با پدر مادرت بیا خونمون تا رسم مردونگی رو فرش خونمون بهت یاد بدم، نه تو کوچه. هری سلام. بازم تو؟ بله من گفتم که آقا من خاطر دختر شما رو میخوام. بابا موسم نمیاد خواستگاری، گفتم خودم بیام، خودم خواستگاری میکنم. مرد و مردونه، قولم میدم خوشبختش کنم. به به گل پسر، شاخه نبات، قند عسل. پس او از زیر بوته به عمل اومدی. بهت گفتم برو با بابا و ننت بیا. میبینین دنیا عوض شده. تو که نه کس و کاری داری، نه کار نه پول، چه قولی میخوای بدی؟ تازه همچین آدم سر به زیر و صاف ساده ای هم نیستی. میخوای دومات سرخونه بشی؟ بیا. چایی بزن روشن شی. بابا تو چایی میکنه.
خب 2 تا گزارش از آگاهی، یه حکم جلب از دادستانی تو پروندت هست. شرارت، نزاع دست جمعی، معاونت توی سرقت، الانم که مزاحمت برای نوامیس، درگیری توی قهوه خونه. پسر جون اگه بتونی از شاکی این پروندت هم رضایت بگیری، خسارت قهوه خونه هم بدی، واسه پرونده های قبلیت محاکمه میشی. برای هر کدومش هم کلی محکومیت داری. حالا چی داری بگی؟ رفتم برای خواستگاری، بعدش دعوا شد. بهرام رفت زندان. 7 ماه بعد صادق اومد خواستگاریم. بابا من بی معطلی بساط عروسی رو به پا کرد. ما رفتیم سر خونه زندگیمون. صادق مرد خوبی بود، کارگر بود، اهل زندگی، ولی با تعصبای خودش. عجب روزگار بدی شده. حاج آقا کمالی رو که میشناسی؟ آره، چطور مگه؟ ای بابا چی بگم. چند وقت پیش واسه پسرش نامزد کرده. حالا معلوم شده که دختره قبلا 2 بار نامزد کرده و شیرینی خورده و جدا شده. والا رو که رو نیست، سنگ پای قزوینه. من از پسر حاجی کمالی تعجب میکنم. غیرتم خوب چیزیه. صادق حتی نمیتونست بفهمه دختری نامزدیش به هم خورده، چه برسه به اون که یه عاشق سینه چاک مزاحم داشته. خب بهرام که زندان بود، تو هم که ازدواج کرده بودی، دیگه چرا اینطوری شد؟ همش این نبود. باش برام رو گوشی ها رو زدن دیگه. آره داداش، همون اول که رفتیم اون تو حبس دیگه، مهمونی که نبود، ولی جون مرتضی بعد توونی دادم. 2 سال مف خوابیدم اون تو. البته فدای یه تارموی فرزانه خانم. آره بابا، بسوزه پدر بیپولی. باباش را نیمن. تو که دیدی من رفتم مثل آدم حرف زدم، مثل آدم خواستگاری کردم، اونا شروع کردم. آخ که اگه راه می اومد دنیا رو گلستون میکردم برای فرزانه. ولی خب حالا هنوز دیر نشده. باش برام، وقتی رفتی حبس به موت قسم مثل مرغ سرکنده حیرونت. آره جون داداش. بی خود جون داداش تکانی. جون من کش که نیست قسم بکنی که. یه دفعه که تو نایمد ملاقات. محل چه خبر؟ محل که سر جاشه، آدماش سر جاش می‌نویسن. داش یعنی چی؟ هیچی داشت شرط میگه. منظورش اینه که با خودمون هم همچین محل نبودیم دیگه. چی شد داش برام؟ دیگه هم نگرد داش برام بی خیال شو. فرزانه بود، یه مرتکم بغل دستش بود. نگرد داش بی خیال. تو خفش زر رزم با تو مرتضی. چی بود باش؟ نمیشتم میگم نگرد. برام جان باش، حقیقتا روم نشد بهت بگم. تو که افتادی حبس 6 ماه بعد این بابا رو شوهرش شدن. یارو الان یه دونه بچه داره. بی خیال شو مشی، اون الان دیگه زن شوهر داره. آره داداش خوبیت نداره. خفه شو مرتضی، خفه شو. من 2 سال نرفتم تو زندان بچپم که قیدشو بزنم. این دختر همه زندگی منه، میفهمی؟ وقتی میگم دور بزن دور بزن. باشه آقا چش. دور بزن برو جلوش.
اینطوری که نگاه میکرد نمیدونستم از رو عشق یا کینه، ولی هرچی بود دردمو به شوهرم نمیتونستم بگم. خیلی ترسیده بودم تا اینکه اون روز صبح وقتی آبرو مثل آب میریزه رو زمین دیگه با هیچی نمیشه جمعش کرد. تو اون شهر کوچیک شده بودم انگشت نما. اولا صادق چیزی نمیگفت، ولی یه خورده که گذشت انقدر خواهراش و فامیلاش و دور و بریاش به گوشش خوندن که دیگه باور نمیکرد بین من و بهرام چیزی نبوده. دل داداشم خونه بنده خدا. حتما پسره با فرزانه یه سر و سری داشته که الان کینه کرده و اسید پاشیده تو صورتش. همیشه یه کلاغ هست که 40 کلاغ میشه. آره دیگه. تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزا. همه زندگیم سوخته بود، نه فقط صورتم. بچه‌م میترسید بیاد بغلم. تحمل نگاه های صادق رو نداشتم. ازش خواستم طلاقم بده، اونم قبول کرد، طلاقم داد.
حالا میخوام شوهرت مثل من با صورت سوخته بچه‌شو بغل کنی که بفهمه وقتی جگرگوشاش ازش میترسه یعنی چی. وقتی هر جا میره همه ازش فرار میکنن یعنی چی. میخوام بفهمه من تو این سالا چی کشیدم. حالا هم پاشو برو، دیگه نمیخوام ببینمت. بله. نه دیگه امروز نمیرسم بیام. بخوام دکتر بگید فردا. بخوام دکتر رو بیسی بگید حتما. بله بله. ممنونم. الو سینا، بدبخت شدم. قفاری خونه رو اجاره داد، میخواد از 2 میلیون تومن پول بیانم ضررزیان برداره. این قفاری اصلا آدم درستی نیستا، میترسه سفته رو ببره بذاره اجرا. چه شده این که درست؟ خب برو من میگم بیان درست. کوکب خانوم یادم نمیشه، حتما بهت میگم. چرا آدرس دادی؟ آدرس؟ چه آدرسی؟ آدرس منو دادیم به این زنه. من همه جا آدرس اشتباه میدم. اون وقت وای اینقدر عصبانی نشو و جوش نخور. 1000 بار بدبخت زنگ زد، التماس کرد، گریه کرد، گفت با چه بدبختی این شماره رو پیدا کرده. خب منم آدمم، دلم سوخت، گفتم شاید بیاد با اشکاش یه کاری بکنه که تو دیگه این فکر قصاص فراموش کنی. برفاش فکر کن فرزانه، ثواب داره والا. فرزانه تو از قانون چک و سفته چیزی میدونی؟ چک و سفته؟ نه، باید با یه وکیل مشورت کنی. چطور مگه؟ شب اول فهمیدم گرفتاری. قصه این گلا چیه؟ اینا بچه ها من. تا از اهدای تخمک چیزی میدونی؟ IVF؟ یه چیزایی شنیدم. بعضی خانوما که نازایی دارن از تخمکای یکی دیگه استفاده میکنن. نکنه تو با فروش تخمک پول قصاصو جور کردی؟ از بعضیا پول گرفتم، به بعضیام بخشیدم. قانونیه؟ بله، شرعی هم هست. مراجع قانونی هم تایید کردم. چه جالب. پس تو الان 7 بچه داری؟ 2 تاشونم تو قلوان. منم میتونم؟ نه خیر، باید مادر باشی. تو چطوری رفتی دنبال این کار؟ خدا کمکم کرد. هیچ جا بهم کار نمیدادن، یعنی خودمم روم نمیشد دنبال کار برم، تا اینکه یکی که تو اون مرکز ناباروری کار میکنه خانم دکتر ویسی رو بهم معرفی کرد. خدا عمرش بده. بالاخره جواب داد آقا. کی؟ سینا، هم پسری که برات تعریف کردم. دکتر ویسی. نکنه همین دکتر ویسی سارا رو میگی؟ لحظه رفتن یادته؟ تلفنش زنگ خورد، گفت به دکتر ویسی بگین تو این شهر 1000 تا دکتر هست. چند تا مرکز ناباروری هست؟ 2-3 تا. مگه میشه تو همشون یه دکتر ویسی باشه؟ نمیشه دیگه. این سارا گفت کی میخواد بره دکتر؟ دکتر هن نیومده. بیا بریم بشینی.
اینجا همین یه در رو داره، همه از اینجا میان. سلام. سلام حالشم. اون خانم دکتر اویسیه. یه روز در میون 9:30 صبح تا 2 بعد از ظهر اینجاست. خوبه دیگه، تایش 500 اینجایی. خدا نکنه اون زنه بیاد. ولی نباید زندگی تو ول میکردی. با اون همه حرف و حدیث دیگه نمیشد. یعنی هیچ کی دنبالت نیومد؟ نشونی ما نداشتم. خانم سارا سلطانی بفرمایید، نوبت شماست. بفرمایید. سلام. سلام، حال شما خوبی؟ بفرمایید. به خیلی خوش اومدین. ببین اتفاق آزمایشات هم فرستادن، بشین برات توضیح بدم. اون روزم خیلی منتظرتونم، چون آزمایشات که چیزی نشون نمیده. فکر نمی‌کنم مشکل خاصی باشه. حالا یه سونوگرافی هم برات می‌نویسم. حتما. ببخشید لازم. خواهش می‌کنم. به خانوم چقدر خوب شد که اومدی. اتفاقا یکی از خانومایی که مادر شدنش رو از دادن الان اینجاست. بیا بریم ببینش. چقدر آشفتگی دارم، چقدر بارونی حالم، نمیدونم به چه جرمی همیشه من بدهکارم. تو این تنهایی و غربت بدون همدم و صحبت، تو این زندون بی‌مهری منم با این همه تهمت، منم با این همه تهمت. نه یه دارو نه یه مرهم، دارم میمیرم از دردم، همش فکر یه راهیم که از این مهلکه درم. به این درد و به این دوری منو بردن به نابودی. خدا من صدات کردم تو این مدت کجا بودی؟ خدا
صدات کردم تو این مدت کجا بودی؟ چقدر آشفتگی دارم، چقدر بارونی حالم، نمیدونم به چه جرمی همیشه من بدهکارم تو این تنهایی و غربت، بدون همدم و صحبت تو این زندون بی‌مهری. منم با این همه تهمت. من دروغ نگفتم، واقعا دانشجوام، ولی چند ماهی که درسمو تموم کردم برنگشتم خونمون، چون تو شهرمون هیچی نمیشم، ولی اینجا همه چی هست. تا چند ماه دیگه هم قراره با اونی که دلم میخواد ازدواج کنم و خوشبخت بشم. الانم دارم تو دفتر یه مجله خبرنگاری میکنم، چون درسمو تموم کرده بودم خوابگاه دیگه رام نمیدادن، به خاطر همینم اومدم اینجا. حالا شما بیشتر از خانوادم در موردم میدونی. خب این خیلی خوبه که تو همه چی رو بهم گفتی، ولی این خیلی بده که من غریبه بیشتر از خانوادت بدونم. گفتی خبرنگاری؟ آها، اصلا نگران نباشی، خیلی راحت ادامه بده، هر جا اوقات شد خودم درستش میکنم. دستت درد نکنه دختر. حالا که چاپ میشه؟ مصاحبه زود آماده میکنم میدم سردبیر، ولی اون حرف آخر میزنه. کوکب خانم میشه کلید اتاقو بدیم؟ با تلفن کار دارم. خیر باشه. ببین اینی که چسب داره اونجا رو باز میکنه، اینطوری خوبه؟ آره کوکب، صورتتون رو اینوری کنی، حالا به لنز نگاه کنی. آها خیلی خوبه. آماده این؟ بله. 3 2 1. دستت درد نکنه دختر. الو، سارا خانوم؟ ببخشید. الو، سلام، میشه با سارا خانوم حرف بزنم؟ بله. از زن دوم گرفتن شوهرت، طلاق دادن تو، ندیدن پسرت، تعریف کن. تا اونجا که گفته بودم قبوله دیگه. الو، سارا خانوم هستن؟ الو، سارا خانوم؟ خودتی؟ من فرزانم، میخوام ببینمت. کیه؟ فرزانم، باز کن. بفرمایید تو، خواهش میکنم. بفرمایید. خیلی دلت میخواد من از قصاص بگذارم، نه؟ خب معلومه. من واسه رسیدن به قصاص از همه چیم گذشتم. خونوادم، بچم، آبروم.
تو چی کار حاضری بکنی؟ هر کاری که بتونم. چی کار میتونی که بکنی؟ هر کاری که از دستم بر بیاد. هر کاری؟ هر چی که اینجا هست وردار و برو. خونه، زندگی، من همش مال تو. ظاهر و باطن هر چی که هست. پولم ندارم ولی قرض میکنم. تا آخر عمرم میرم زیر بار قرض. فقط از حقت بگذر. ببخش. تو میخوای شوهرت برگرده سر زندگیت، بالا سر بچت، دقیقا همون چیزایی که از من گرفته. آره؟ شوهر تو لیاقت پدر بودن رو نداره. چی میخوای بگی؟ شما گوش کنید به حرف من عزیز من. چیکار به این کارا دارین؟ اصلا درست نیست. خواهش، من با تو تماس میگیرم. خودم رنگشو زنگ میزنم بهتون میگم. خواهش میکنم. چه موضوعیه برای من نوشتین؟ شما خانم معظمی، سحر معظمی. خانم معظمی، اصلا شما با مجله من آشنایی دارین؟ اصلا تا حالا مجله منو مطالعه کردید؟ این موضوعی که شما نوشتی اصلا هیچ جایگاهی واسه چاپ نداره تو مجله من. اینقدر از شما تعریف کردن، گفتم الان میاد اینجا یه شاهکار میاری. اگه سوژه بهتری پیدا کردید بنویس، حتما بهت کمکت میکنه. این زن نقابدار کیست؟ ای وای، این عکس این زن است. ماجرا چیه؟ ماجرای غم انگیز یک اسید پاشی از 4 سال پیش تا کنون. نگاه کن این زنه رو. این چه کاریه خانم؟ مجله رو بدی خانم. اینو فکر کنم همون خانم است. آدم فروش عوضی. من آدم فروش نیستم. مجبور شدم قصه تو رو بفروشم تا نجابتمو نفروشم. میخواستم قصه کوکب رو چاپ کنم تا چندر خواست در بیارم بدم صابخونه، اما قصه اونو چاپ نمی‌کردن. مجبور شدم قصه تو رو بفروشم. دیدی وقتی یه نفر کنار خیابون با یه پیت خالی تو دستش وایستاده هیچ کس براش نگه نمیداره، اما چند قدم اونورتر اگه یکی تصادف کرده باشه 1000 تا ماشین براش نگه میدارن تا تماشاش کنن. مردم برای دیدن یا خوندن بدبختی آدمو پول خرج میکنن، اما وقتی گرفتاری کمکش که نمیکنن 1000 جو پیشنهادم بهش میدن. قرار بود گزارش ماه بعد چاپ بشه، منم فرصت داشتم بهت بگم چه غلطی کردم، اما از بدبختیم دیشب با خبر شدم که مطلب کم آوردن، داستان تو رو چاپ کردن. منو ببخش، خیلی ترسیدم بهت بگم. سر وایستا دختر، وایستا.
این کی بود راه دادی تو زندگی من؟ آروم باش دخترم. تو از کجا میدونی؟ شاید خیریت توشه. حتما همینطوره. بله. سلام خانم، از مجله کوچه زندگی تماس میگیرم. میخواستم در مورد فرزانه ببین، از صبح این زن بیچاره سارا رو میگم چند دفعه زنگ زده، گفتم نیستی. ببین الهی من قربونت برم، چند ساعت بیشتر نمونده. نمیخوای تجدید نظر کنی؟ سلام. علیک سلام. بالاخره روزی که انتظارشو داشتی رسید. امروزم من نماینده داستانم اینجا. حکمم براتون به موقع قرائت میکنم. اما خواستم به عنوان آخر مطلب بهت بگم درسته که تو قرآن به قصاص اشاره شده، ولی بیشتر به رفعت و عفو تاکید داره. علی حال شما قصاص حقتونه و دادگاه به همین دلیل به شما رأی داده. فقط امیدوارم بعداً از تصمیمی که گرفتید پشیمون نشید. من حقمو میخوام آقای قاضی.
سرباز متهم رو ببرش تو. بفرمایید. نمیذارم بری تو، نمیذارم. فرزانه التماست میکنم به من رحم کن، به من بچم رحم کن. بچم دختره، به من بچم مادری کن. مادر عاشقه، مادر میبخشه. عاشقت بود بهت زخم زد، منم عاشقم. زخم نزن. بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص اتهام آقای بهرام محبی فرزند جواد دایر بر پاشیدن ماده شیمیایی از نوع اسید سولفوریک در تاریخ 21/6/1389 به صورت و چشم چپ خانم فرزانه حجازی فرزند حشمت با توجه به تحقیقات به عمل آمده و بازجویی پلیس، شهادت شهود حاضر در صحنه ارتکاب جرم و در نهایت اقرار صریح متهم مستنداً به بند الف ماده 290 360 و 689 قانون مجازات اسلامی مشار الیه محکوم به قصاص عضو چشم چپ با رد نصف دیه همان عضو توسط شاکیه به متهم و در خصوص صدمات وارده به صورت به پرداخت دیه و عرش زیبایی محکوم می‌گردند. علی‌هذا طبق لایحه دفاعیه که توسط وکیل شاکیه تنظیم گردیده است، نظر به این که زیبایی سرمایه ایشان بوده و جبران صدمات وارده امکان پذیر نیست، لذا دریافت دیه از جانب شاکی منتفی بودند و در نتیجه دادگاه رأی به قصاص متهم می‌دهد. رأی صادره به تایید دیوان عالی کشور رسیده قطعی و لازم الاجرا میباشد. خانم فرزانه حجازی، شما قصد گذشت ندارید؟ هیچ راهی برای بخشش وجود نداره؟ چرا آقای قاضی میخواد ببخشه؟ ما با هم حرف زدیم، التماسش کردم، گفتم رحم کن، نگاش کن، منو ببین دخترمو. چرا آقا قراره ببخشه؟ میگو میبخشی. نه خیر. نه تو رو خود التماستون میکنم آقای قاضی، یه بار دیگه این خانم به بیرون راهنماییش کنید. آقا خواهش میکنم. موارد پزشکی ویژه برای اجرای حکم انجام شده آقای دکتر؟ موقع اجرای حکم انجام میشه. بسیار خوب. متهما برای اجرای حکم به اتاق ویژه هدایت کنید.
فرزانه خیلی دنبالت گشتم، هیچ وقت نتونستم بهت بگم، یعنی بلد نبودم بگم، اما واسه دخترمون گفتم که چه مادر خوب و مهربونی داره. سلام. سلام. این چند روزا کجا بودی؟ خونه یکی از بچه‌های دانشگاه. ببینم خونه اون پسره که نه. فکر میکردم سینا مرد رویاهامه. درستم فکر میکردم. اون فقط تو رویاهام بود، نه تو واقعیت. دخترم عشقای خیابونی تو خیابونم تموم میشه. میخوام برگردم خونم. خیلی خوشحال شدم عزیزم، خیلی کار خوبی میکنی. فرزانه کجاست؟ فرزانه رفت. از من ناراحت بود؟ نه بابا. اونا چی؟ فهمیدم بچه را از فرزانه دارن؟ نه، این یه رازه بین تو و من و خود فرزانه، دیگه هم هیچی نکن.